نشونه که نشون میده دچار آسیب روانی شدی، ولی فکر میکنی این بخشی از ویژگی شخصیتی تو. هیچ کدوم از تعریف و تمجیدایی که ازت میشن رو قبول نمیکنی، نه واسه اینکه آدم خاکی هستی، چون خودت رو لایق اون تعریف نمیبینی. از کسی کمک نمیگیری، نه اینکه از پس همه کارا بر بیای، نه، چون اون لحظاتی که نیاز به کمک داشتی کسی کمکت نکرده و تصمیم گرفتی که فقط به خودت تکیه کنی. وقتی کسی باهات با مهربونی رفتار میکنه، بیش از حد ازش تشکر میکنی و خوشحال میشی. این نشونه ادب نیست، نشونه اینه که عادت نداری کسی بهت خوبی کنه. همیشه این تویی که معذرت خواهی میکنی حتی وقتی اشتباهی نکردی. این واسه اینه که توی زندگیت بیش از حد سرزنش شدی، حتی زمانی که مقصرم نبودی. در نهایت هر چی که فکر میکنی از کودکی چیزی یادت نمیاد. دلیلش این نیست که فراموش کردی، واسه اینه که اینقدر تلخ بوده که ذهن تصمیم گرفته اون خاطرات رو کنار بذاره تا با مرور کردنش حالت بد نشه.